اینکه خامنه‌ای خودی‌ترین خودی‌های خودش رو حذف و دفن کرد، اینا رو دست جمعی زیر پای جلاد 67 در واقع ذبح کرد، خب یک تحول خیلی بزرگ، خیلی تعیین کننده، یک تحول سرفصلی در وضعیت رژیم آخوندی بود. یعنی یک قدم اساسی به سمت سرنگونی. تقریبا همه تحلیلگرای موضوعات ایران این نکته رو گفتن و به شکلی بهش اشاره کردن که سهله توی نظام خبر نداری. کسایی دارن عین نقل و نبات صحبت از سرنگونی میکنن که سر خودشون قرار نگون بشه. من به عنوان یک مجری استراتژیکی که سالیان سال کج کولگی های استراتژیکی ابر استراتژیست نظام و با ظرافتی که بهش برنخوره راسوریس کردم، رنج حرکات غیر استراتژیکی همه مقامات نظام رو کشیدم، ضربات سنگین غیر موجه و غیر مشروع رو شونه های ستبر خودم تحمل کردم. سب کن بیرم، سب کن ناکس، پیاده شو از اون ماشین آبی خودت، سوار ماشین قرمز من شو تا بیارم تو باغ استراتژی. ناکس چشم من دور دیدی؟ موقع تعریف خودت خوب بلبل زبونی میکنی، به من که میرسه زبونت نمیچرخه 4 تا واقعیت استراتژیکی رو به بیننده های گرامی بگی. به 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 آقای دکتر خیلی خوش اومدین. کل برنامه رو نگه داشته بودم تا شما برسید. ناکس مزین فرمودین. پس چی؟ داشتم میگفتم که چطوری با ضربات سنگین و موجه و مشروع شما کج و کولگی های استراتژیکی تو نظام راسوریس شدن آقای دکتر. ناکس من که شنیدم تو داشتی میگفتی که خلاصه غلط ورزون رسوندن آقای دکتر، آدرس غلط دادن، حرفای خودشونو به اسم من زدن. آره میدونم، مرحوم عبوی همیشه میفهمودم از بهادر عرض میکردم. بله میفهمودم طرف زنگ زد به نیرو انتظامی گفتش که توتیم گم شده. گفتن تو این هیروبیری سرنگونی که ما نمیریم توتی تو رو پیدا کنیم. گفت میدونم معلومه. زنگ زدم بگم اگه یه وقت پیدا شد دیدین فوش و بد و بیرا به مقام عظما میده، به من ربطی نداره، نظر خودشه. روشن شد یا نشونت بدم که 4 تا پنجره اون طرف که بری از تیررس دست روشنگر من خارج نمیشی. چه انگشتر قشنگی داری آقای دکتر. قابلی نداره، میتونی یه بار دیگه نگاهش کنی. آقای دکتر یه بسیجی وامونده نوشته مقام عظما با این اقتدارش نمیتونه جلو اسمنویسی بقیه رو بگیره تا دیگه نیازی به حذف شدن نباشه. اقتدار؟ ناکس تو داری طعنه میزنی یا اون بسیجی مشنگ طعنه زده؟ شعور بسیجیه فقط از یه چیزی بیشتره، اونم اقتدار مقام عظما. ولش کن آقای دکتر، من با یه ویراژ استراتژیکی از بحران دشمن شادکن انتخابات ورود میکنم به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. تو خجالت میکشی سر این بحث خطرناک رو باز میکنی؟ اومدم ثواب کنم کباب شدم، خواستم بحث رو به پاسخ مقتدرانه آس به آژانس میکشونم آقای دکتر. مگه آس هم واسه نظام مونده؟ منظورم آس با عینه، مثل امر آس علی اکبر صالحی رو میگم. اوه به حرف صالحی میگی مقتدرانه؟ ناکس آژانس هرچی که از اون بدترش پیدا نشه به نظام گفت، صاف گفت نظام دروغ گفته. غنیسازی رو واسه 3 تا بمب دنبال کرده، همکاری هم نمیکنه. یعنی عبور آزاد داد به هر کی که بخواد فک نظامو ورداره بیاره پایین. بعد اون صالحی مشنگ گفته ما تفاهم فنی رو تمدید نمی کنیم ولی فعلا ثبت و نگهداری داده ها رو تمدید می کنیم. خب مشنگ تفاهم فنی همین بود دیگه. مثل اینه که بگی عمرن اجازه نمیدم کتکم بزنی ولی فعلا یه چکی لگدی زیرزانوی کفگرگی هرچی بخوای بزنی اشکال نداره، بعدم بری پوز بدی با این کاری که کردی. حکایت مشنگه است، سر چهارراه پشت فرمون با ماشین بغلی حرفش شد، دستی رو کشید، دست جک و ورداشت، از ماشین پیاده شد که بره سر وقت طرف. اونا پیاده شد، مشنگه دید چشت روز بعد نبینه، هیکل 2 برابر، بر و بازو میزون، یه تایلیور هم دستشه 3 برابر دست جک این. سریع رفت سراغ پنچرگیری ماشین، به طرف هم گفت عذر میخوام که عرض کردم بالا چشتون ابروست، این تایر لعنتی اعصاب واسم نذاشته بود. یعنی خود بی غیرتش میفهمه چه بلایی داره سر نظام میاد؟ پس چی؟ مرحوم عبوی همیشه میفهمودم از بهادر عرض میکردم. بله میفهمودن که یارو برش هیکله سر کوچه نعره زد اصغر کیه که فکشو همینجا بیارم پایین. مشنگه گفت یه سالکی نگید، هیچ کاری نمیتونی بکنی.
آقا مرسی کلم مشنگر بلند که این کیسه برنج کوبید زمین. حالا نزن کی بزن. ملت جمع شدن با بدبختی نعش مشنگر رو از زیر دست طرف نجات دادن. مشنگر یه تکونی به خودش داد گفت نه ولش کنین بذاریم بزنه. خرش کردم من که اصغر نیستم. آیه دکتر من به شدت به این بحثتون اعتراض دارم. منظور شما از این مثال بلاهت شگفت نمیتونه صالحی باشه، چون که اون که تکلیفش از قبل مشخص بوده. چشم بسته که غیب نمیخواین بگین. پس هدف بالاتر از صالحی خدا نکرده مقام آزمایه. نوکس من هر چی که میگم تو یه چیزی میگیری. من گفتم یکی بشنگ بوده تو میگی به عضوا گفتی. من میگم یکی خر بوده تو میگی به عضوا میگی. من میگم تو میگی به عضوا میگی.